درود با کل شما دوستان عزیز. گرماگرمی بازار تابستانی ترانسفری برنامه 69 ترانسفر در عمل را منظورتان میکنیم و این نوبت گپ ما از مربی نوی کالگری شروع می شود. دسته کالگری پس از آنی که قسم دوم چمپیونات را با یک مشکلی انجام داد، اخیراً مربی عوض نمود و این نوبت به دادشان دی فرانچسکو رسید، نفری که چند موسم قبل خود بارسا را با روم از قطار رفتاند. کالگری رسما از تعیین کنی ایوسبیو دی فرانچسکو با وظیفه سرمربیگی تیم اعلان نمود. سابق سرمربی روما در این وظیفه باشگاهی از سردینیا والتر زنگ را عوض نموده قرارداد مهلتش تا تابستان سال 2022 به امضا رساند. قابل قید است که دی فرانچسکو روما را به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمان‌ها رساند و همچنین وقتی کار با دستای ساسولو و سمپدوریا هم معروف است. کالگری باشد پس از قرار گرفتن در میانه پنجگانه بهترین در آغاز چمپیونات سری آ را با اشغال مقام 13 جنبست کرده بود. در تیم اورالی یکاترینبورگ باشد پس از رفتن پرفیانو و پگربنیاک باز هم خصلت کوچمنچگی به نظر می رسد. این نوبت نیم حمایتگر دسته پتروس بومال اورال را ترک نمود. مهلت شرطنامه این فوتبالباز 27 ساله با اورال به انجام رسید. بومال در صف اورال از سال 2017 این جانب برآمد نموده 64 بازی در کل مسابقه بر اورال گذرانیده است. اگر به یادتان باشد در یکی از برنامه پیشین ما از رفتن 7 بازیگر دینامو گفته بودیم و این نوبت باشد مطلب خود را اطراف کبود و آسمانی رنگا با آمدن فامین ادامه میدیم. دانیل فامین از زمره کمترین فوتبالبازان صاحب استعداد زمینی روسیه است که زمانی در اوفا بازی کردنش تگ چشمی چندین باشگاه اروپایی افتاده بود، اما باشگاه مسکوگی شتابگاری نموده با این فوتبالباز 23 ساله قرارداد 5 ساله نوشته کرد. در صف اوفا باشد فامین در موسم قبلی 29 بازی گذرانیده 6 گل واردی دروازه حریفان نموده است. خریداری دیگری دینامو از اوفا باشد سیلوستر ایگبون می باشد که موسم قبلی را با 2 گل در 20 بازی جنبست نموده است. چطوری خدمات مطبوعاتی تیم مسکوگی خبر می‌دهد نقطه خریداری نیگریوی 29 ساله که از اوفا در صف دینامو به طور اجاره بازی می‌کرد بهر خریداری فعال کرده شد. در این میان کوین پرینس بواتنگ پس از اجاره در بشکتاش به فیورنتینا برگشت نمود و اصلا باشد میخواهد در گرتا ختمی مسندی ورزشی کند. در صف بشکتاش نیمه حمایتگر فیورنتینا در نیمه دوم موسم به طور اجاره بازی نموده اکنون باشد با برگشت به فلورنسیا این فوتبالبازی گانگی 33 ساله در امید ختمی مسندی ورزشی در گرتا برلین است، جایی که راه به سوی فوتبال را برایش گشوده بود. من سیتی چند پیش در مرحله یکش نهایی لیگ قهرمان‌ها خود ریال مادرید را از پیش راهش دور ساخت، ولی پیش از این در حیات منچسترانی آسمانی رنگ‌ها رویداد دیگری مهم رخ داد. شرحی‌ها از گزارش فران تورس از والنسیا اعلان نمودند. چون این گزارش از آن میگوید که دیوید سیلوا حالا جامدان غون نکرده است و علاقه عوض کننده‌اش در منچستر خانه زیست می‌کند. اطلاع داده می‌شد که من سیتی بر این بازیگر 20 ساله برای والنسیا 20 میلیون یورو جمعی علاوه پول پرداخت می‌کند. بوندسلیگا را باشد همین تابستان ترانسفرهای زیچتری فرا گرفتند. اونیون و شتوتگارت خط دفاع محکم نموده اینتراخت با هافنهایم بازیگر عوض نمودند. اصلا تغییرات بیشتری ترانسفری بوندسلیگا آوسبورگ را فرا گرفت و دسته یک باره 3 بازیگر آمدند. نخست این سابق دروازه‌بان اونیون رافائل گیکیویچ می باشد. محض به شرافت نجاتکارای این کیپر باشگاه از برلین مقام ارزنده 11 را در موسم قبلی اشغال کرد. نه دروازه‌بان کوبک و نه عوض کننده‌اش لوته در اعتماد ناکیش آن استاد مربیان را قانع نکردند و از این رو میتوان گفت که گیکیویچ دسته را پرقوت میکند. همچنین به آوسبورگ یکی از بازیگران بهترین شالک دانیل کالیجوری آمد. بازیگر سومی به آوسبورگ آمده این توباس شتریوبل از مینخنگلادباخ می باشد. در این میان دسته را باشد شتفان لیخشتاینر سابقه دار با دانیل بایر ترک نمودند. باز آوکسبورگ را میتوان در موسم آینده به تیم ادوای تصور کرد، چرا که این حمایتگر خرواتی با بایر بازگشت نمود. علاوه بر این سابقه داری فرایبورگ مایک فرانس وارد گانوور 96 شد. اکنون فوتبالباز 33 ساله در بوندسلیگای دوم برآمد میکند. اما تلفاتی بزرگ برای فرایبورگ این دروازه‌بان الکساندر شوالوف است.
هرچند که نسبت این دروازه‌بان تیم‌های زیاد توجه میکنند، ولی این نفر گرت را انتخاب نمود. اسپارتاک مسکو باشد 35 میلیون مخلص دیگر در کشور ازبکستان به دست آورد پس از آنی که چند پیش دیرکتوری نو ورزشی اسپارتاک شامیل گازیزوف استان اورونوف را از اوفا وارد شهر مسکو نمود. شورای خدمات مطبوعاتی تیم مسکوگی خبر می‌دهد این فوتبال باز 19 ساله ازبکستانی در اسپارتاک مسکو تحت رقم 20 برآمد می‌نماید، رقمی را که چند پیش قهرمان جهان شورل صاحبی می‌کرد. اطلاع داده میشد که اسپارتاک برای اورونوف 2 میلیون یورو پرداخت نموده استان در این تیم مسکوگی 600,000 یورو سالانه کار خواهد کرد. در صف اوفا باشد این نیم حمایتگر در موسم قبلی 10 بازی گذرانده پیشتر در صف لوکوموتیو تاشکند میدانداری می‌نمود. یادآور می‌شویم که استان اورونوف پس از الدور شامورودوف دومین فوتبال باز ازبکستانی در موسم‌های اخیر است که کشور همسایه ما را در تیم‌های توپ روسیه معرفی می‌نماید. لوکوموتیو مسکو باشد از آن اعلان نمود که حمله‌ور جفرسون فرفان دسته را ترک نمود. جف رحمت برای بازی جذاب و احساسات‌های رخشانی که تو برایمان در طول 4 سال اهدا نمودی تا همه وقت چون یکی از روشن‌ترین فوتبال بازانمان در تاریخ باشگاهمان خواهی ماند، گفته می شود در پیامک رسمی رایحان چیان. این فوتبال باز 33 ساله منتخب پرو در صف لوکوموتیو واقعا هم 4 موسم گذرانده با 69 بازی انجام دادهش 25 گل و 12 پاس گل‌آور به آمار گرفته است. در موسم 17-18 باشد جف در صف لاکو با عنوان قهرمانی روسیه دست یافته بود. روشن‌ترین چهره فوتبالی ترکی در زمان معاصر اردا توران که چند سال پیش حتی لالیگا را تسخیر نموده و در کامپ نو هم میزبانی میکرد، اخیراً بازگشت به گالاتاسرای ترکی نمود و این بازگشت هم پس از 9 سال اتفاق افتاد. گالاتاسرای از گزارش نیم حمایتگری سابق خش که 3 سال در استانبول باشکشهیر بازی نموده و با باشکشهیر عنوان قهرمانی ترکیه را هم به دست آورد اعلان نمود. این نیم حمایتگر 33 ساله شرطنامه با نقشه 1+1 امضا کرد. یادرس میکنیم که دستپرور شیران سال 2011 وارد اتلتیکو مادرید شد و از آنجا در سال 2015 گزارش به بارسلونا نموده بود. از ماه دکبر سال 2019 باشد تا این جانب اردایی که در مادرید و بارسلونا بازی نموده است به باشگاه بود. پس از آن که شیخ منصور و سیتی یک سازمان بزرگ اروپایی را با وجود گناهشان در ویرانکنی قاعده فیر پلی به قول 3-0 زدند، دیگر بر ضد سیتی قدرتمند کسی ایستاد شدن نمیتواند. گواردیولا برای همگان محبوب 300 میلیون دیگر برای ترانسفرهای نو به اختیار گرفت و آماده خریدارای نو است. از گزارش فران تورز الکی گفتیم و اکنون از آمدن نتان آکه میگوییم. منچستر سیتی الکی از گزارش حمایتگر بورنموث نتان آکه بر حواز 41 میلیون یورو اعلان نمود. این هلندی 25 ساله قرارداد 5 ساله با شهری‌ها امضا نموده چون دستپرور چلسی پیشتر در دستای ریدینگ و واتفورد هم بازی کرده است. در این میان بوناونتورا پس از 6 سال در میلان دسته را ترک نمود و با جانب رسانی‌ای چنین طرز خیرباد کرد: میخواهم به کل آن نفرانی که با آنها این سرگذشت فانتاستیکی را پس سر نمودم اظهار تشکر نمایم. رحمت به کل آن نفرانی که در تمرینگاه میلانیلو کار میکنند. این آدمان محرک میلان هستند. شرطنامه این ایتالیایی 30 ساله که در صف میلان از سال 2014 اینجانی برآمد میکرد تا آخر همین موسم مهلت داشت. با میلان در همین مدت بوناونتورا سوپرجام ایتالیا در سال 2016 به دست آورده 35 گل و 30 پاس گل‌آور در 184 بازی‌ها در آمار دارد. کاریرای سانچز نالازم برای منچستر و در قسم نخست چمپیونات نالازم‌تر برای اینتر اخیراً کرونا ویروس نجات داد. پس از دوران پندمیوی الکسیس خود را طوری در شهر میلان شیرین نمود که راهبریت تیم اینترنشنال اخیراً این چیلگی را به طور پورا خریداری کرد و سانچز با اینتر قرارداد کاری مهلتش تا سال 2023 امضا کرد. خدمات مطبوعاتی تیم ایتالیایی اعلان نمود که این چیلگی 31 ساله در میلان میماند. نفری که پیشتر در صف میو برآمد نموده از آغاز موسم 19-20 در اینتر در اجاره بود. در اینتر سانچز به گفت سالانه 7 میلیون یورو به دست آورده از 22 بازی سری آ با 4 گل و 9 پاس گل‌آور از میدان بیرون شده است.
اگر زیدان و خاوه با لمپارد مربی نقد شده توانستند، این بازیگری در گذشته صاحب نام هم استاد قوی برای فوتبال بازان شده میتواند. چرا نه؟ یا به طور دیگر بگوییم پس از آنی که ساری در لیگ قهرمان‌ها دچار خرسنگ ناکامی گردید، یوونتوس همان زمان اندریا پیرلو را در وظیفه سرمربیگی یوونتوس تعیین کرد. چیزی که چون یک خبری بزرگ و هنگامه‌ساز در جهان ورزش بزرگ پنجشنبه ترین نوید شد. این متخصص 41 ساله باشد با تیم تورینی قرارداد کاری تا تابستان سال 2022 امضا نموده برایش تجربه نخست در وظیفه سرمربیگی خواهد بود. پیرلو چون قهرمان جهان در سال 2006 و سابق بازیگر دستای اینتر، میلان و یوونتوس هنوز آخر ماه یول تیم جوانان یوونتوس را قبول نمود و چند روز پس باشد به تمرین رونالدو میپردازد. از این قرار انیلیو چی میبراید با مرور زمان میفهمیم. در فرصت‌های اخیری برنامه امروز علاوه کردنیم که سر و صدا هنوز هم در خصوص به فنربخچه پیوستن فیودور اسمالوف وجود داشته، رسانه‌ها سرخیو آگوئرو را به ایندیپندنت میبرند، در حالی که خبرها در خصوص گزارش احتمالی خامس رودریگز به اتلتیکو مادرید هم کم نیستند. خیر تا برنامه‌های دیگر تنصیحت بمانید.